ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Боғи Нав. имрӯз 28 май дар бораи ангурпарварӣ камтар кати шумо суҳбат мекунем. имкон қадар чизе медонем, мефаҳмонем. бисёр кас аз ман мепурсанд, ангури ман ин гуна касал шуд, хеле шуд гуфта дар борааш камтар маълумот мерасонам. шумо видеоро бо диққат тамошо кунед. خب بردارم بدترین کسلی انگور این شور یعنی اویدون می شود. اینجا کمتر به اهمیت شدیم. اینا دیدین رنگی خاکستر بارین سفید شده میمونه. اینا بعدی کسلی فرامدن تبابت کردن کمتر وزمین می شود. برای هوای اینا ای پیشگیری کردن در کار. یعنی برای این کسلی ایدون از ماه فوریه ما سر میکنیم دارو زدن. یعنی یکم بعدی 20 فوریه بعدی 15-20 فوریه ما باید درخت‌ها به داروی ایسا را میزنیم. ایسا ایکو آلتون گورت میگه. انا اون با دست کتی تور کرده میشود. انا وای زدن در کار میشود. و دویم داروش باشد وقتی که این نوده کهنش نوده سبز نو میبراید یک 10-15 سانتی متر میشد، همون وقت یا باری دیگه همون داروی ایسا را میزنیم. وقتی ماه فوریه به مثال دوزش بسیارتر کرده میزنیم، بعدی سبزیدن دوزه را پستر میکنیم. خب بسیار برادرها ما شکایت میکنن که در خاولی انگور داریم، نمی خیلی کسل است، برگاش هم میپرتاید، خالتش هم میپرتاید. از سبب چی باشد میگن برادرها؟ چه خیلی که دیدستین ما برای انگور تا پخته رسیدن قریب 15-20 بار دارو میزنیم. بعد انگورای ما من خیلی تازه میشود. دیدین یکون کسلی نداره. این نوی حسینی میباشه. و خیلی که دیدستین همه خوشکو این خیلی کشاله یکون شاخ یا که یکون برگ به رسیدگی نه. این خیلی کشال استاد شمال خورده انگورو بعد با صفت میشود. و اصلا دارو زدن در 15 روز یک بار قاعدش کردی. هر 15 روز باید یک بار دارو زدن در کار. یعنی دارو خیلی دارو برای شور، برای خیلی ما چی میگم جنگلک میگیم و نام فنیش ندانستم. جنگلک میگیم یعنی خیلی برگوش خیلی جنجک شده میمونه، زرد شده، اینم خیلی شده میرود. بعد همین کسلی وای دایم خوشکو دایم میشود. خوشکو هم خیلی قطع شده بزیب شده میموند. خیلی من اینجا بنداش غوز شده هم خیلی شده میموند. هوای جنگلک میگیم. برای هوای داروی فالیکور یا که اینتالیکور زدن در کار میشود. لیکن وقتی که انگورو اینم خیلی شد تو پخته رسیدن فقط ما برای شور، برای آیدیوم و برای شیره هست که اینم خیلی چیزا ده حشرات ده باید ما هر 15 روز به دارو زدنمون در کار. بعد انگوروی ما انشالله با صفت میشود. و من اینجا بنداش هم میبینید، بنداش هم تازه سفید یعنی کبود. اگر همین شور میشد من این بندو خیلی شده میماند. چه خیلی میگم سیاه شده میماند. رنگی من خیلی شده میماند. من اینجا هم یعنی شور اگر بند به رسید این من اینجا نازک شده میماند. وقتی که اینا میگیرید من اینجا سراز شکسته میرود. و وقتی که انگور کسل شد اکسپورت باید نمیشود. یک اونجا روی میکنم میگوید و سیاه شده میماند، با اصفت شده نمیرود.
این همین بعد وابسته برای ابرسکه، یعنی کی انگور با صفت میشد وقتی که ابرسکه را قانون قایدش کردی سوز ببرین بسیار نمانه. و همتوک شما این همین حاضر سیوم همتوک شکر سادین. من این گویم این نوده دیدین خیلی نوده پرسالینه، من این نوده سیاه، این نوده سیاه با 1 2 3 4 5 6 7 8 این 9 تا، این همین نوده سیاه با 9 تا شاخ موندیم دیده نه. الان کن برای همین 9 تا نوده باید 18 تا این خیلی خوشک میکنند، هر یک نوده دوتگی میکنند. اما باشد همین را یک تشه گرفتیم یک تشه موندیم دیدین، یعنی برای یک نوده 18 تا نیو 9 تا انگور موندیم، 9 خوشک موندیم. همونو انشالله با صفت شود گفته. ایمانه تگش برکاش دیدین یکم هم تا مثال دو تا میشود یک تاش میگیرید و تگنگیش یک تا تگنگی برکش میگیرید. نه تگش با یکم تاش برگ نداره چی با میگیرید. باید من اینجا شمال رسد، من اینجا سخت شده مانند گفته. انا کن دویم هم تا کش باشد شما تا همین مثال گویم من اینجا خوشک حاصل تا حاصل با آمدن نمی تگی برگ این خیلی شاخچه ها میبراید، همونه گرفتن در کار میشود. برگاش نه ای برگ میبرامدگی شاخچه را میگیرین تا میوره، بعد میوه میمونین و استادن گیره انم خیلی میشود. انا کن سیم خمتاکش چخیل میشود. سیم خمتاکش حاضی ما کردیم چخیل که دیده استین حاضی نکردگی جای نشان میتیم چخیل اینجا را کردگی هم ده حاضی نشان میتیم. این باغی خودم برادرم ما هم کم کم دهقانیم وقت پروفسیونال نیستیم و ما هم خطاگی داریم. ای استازا پرسیده همین قدر کرسادیم. خب اینجا شدگی اینجا همتک شدگی بینید انگورو خیلی خوشرو کشول یگون برگ به رسیدگی نه یگون شاخ به رسیدگی نه. بعد همین انگورو با صفت میشود انشالله. خب همتک چیم اینجا نشدگی. خب اینا چه خیلی میکنیم سیم خمتاک هم خیلی میشد که میگیم بعضی خوشکا بالای شاخ تا کشال شده میماند، هوای باید پایان کرده میمانیم. این خیلی و برگایی که پایان غلطیدگی یعنی میوه رسیدگی باید همونا را میگیریم. گیرداش یعنی میکشیم که باید شمال خورد و انگورو خیلی آزاد و شده. بعد انگورو تنیق میشده. اینجا هم کدایو کم تا دیگه مونده چاله. اگر ویدیوی ما معقول شده باشد لایک مونید، ویدیو دیگر رو بیان میرود، دیگر رو هم یعنی منفعت میگیرم.